وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک زن 41 ساله ساکن ناحیه باباجان غفوروف با اتهام دزدی مال و ملک روزگار به مبلغ 160,000 سامانی از منزل یک ساکن این ناحیه خبر داد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه باباجان غفوروف با عریضه مرد 69 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که در دوام از ماه اکتبر سال 2021 تا ماه فوریه سال 2022 شخصان نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا مال و اشیاهای روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانیده شده 160,800 سامانی را تشکیل می‌دهد. وزارت کارهای داخلی گفت ضمن گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا زن 41 ساله ساکن ناحیه مذکور همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شده است. نسبت به این حالت تفتیشات ادامه دارد.